دوستان عزیز بار دیگر سلام میگوییم و بالاخره معین گردید غالب نوبتی بازی نوبتی لاتاری فوری و ما هم صحبت خواهیم شد با این نفر ساکن شهر وحدت هستند قیوم طاهیروف. بار دیگر سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید و تبریک میگویم شما رو با برد پولی بسیار هم کلان. خب شما از احساسات اینقدر کم گپ هستید یا اینکه در عموما در زندگی خیلی نفر کم گپ؟ من کم گپ هم. میگن که پول رو وقتی پول زیاد شد آدم باز سرگرم میشود. ممکن بعدی پول گرفتم. خیلی خوب. من میخواستم اطراف بیننده‌های عزیز نیز میخواد که اطراف همین چیپتا شما کمی معلومات دید که از کجا خریداری کردید و چند چیپتا خریداری کردید؟ یک دونه از نقطه فروشی همی لوتو автолото همونجا رفتیم چیپتا را پیشنهاد کردن یک تا گرفتیم. یعنی اونها پیشنهاد کردند. خب چی فکر بود وقتی که شما چیپتا رو خریداری کردید؟ فقط یک دونه چیپتا امید بود؟ باوری داشتید؟ باوری نداشتم. نه. بعداً چگونه فهمیدید از نتیجه بازی؟ از کجا فهمیدید که چیپتا شما برد کرده است؟ در تلویزیون دیدم تماشا کردم برد کردیم. احساس چگونه بود و با همراهی کی تماشا میکردید این بازی رو از شبکه سفینه؟ با همراهی اویلاوی. چگونه خوب استقبال کردند و الکی پول رو نگرفته با فکرم که همش تقسیم بندی شده پول در کجا صرف می شود؟ خیلی خوب. و دوستان عزیز بار دیگر میگویم که کمک به احساسات داده شدن ولی هر یکی ما واقعا هم هر یک نفر ما وقتی که اینقدر پول کلان رو صاحب میشویم بی‌شبهه احساس غیر عادی احساس نجیب ما رو فرا میگیرد. از همین لحاظ من میفهمم. خب قیوم رو میخواستم فهمم که برای چی صرف میکنید این پول رو؟ برای زندگی برای روزگار. آینده چند چیپتا دیگر میخرید در بازی های آینده؟ میگیریم دیدیم گرفتن میگیریم. خیلی خوب. در آخر میخواستم فکر و عقیده شما رو فهمم اطرافی اون نفرانی که مثلا چیپتا میگیرند و اون نفرانی که اکنون نگرفتند تا حال و شما رو میبینند و خواهش پیدا میشود که چیپتای فوری رو یعنی لاتاری فوری رو گیرند، چی مسئولیت میدید به اون نفران؟ بگیرن نقص بوده اینا برد میکنیم چیزی هست. خیلی خوب دوستان عزیز خوب احساساتی هستند قیوم و بار دیگر میگویم که غالب نوبتی بازی تیراژی لاتاری فوری معین گردیدن باشه ساکن شهر وحدت قیوم طاهیروف هستند. صاحب 107,000 سومانی شدند و بعد از چند لحظه ما در مراسم خب با تنتنه سپاریدن پول ها به صاحبش اشتراک خواهیم کرد. ما رو ترک نکنید.